سلام دوستان عزیز، اومدیم با یک آموزش به شما. نگاه کنید دوستان، این کاراکتر گست داشته باشین باید اکانت جدید ساخته باشین، یا مثل من 20 تا سی پی خواسته باشین داشته باشین. یا نگاه کنید این تفنگه، من 20 تا سی پی از خود کالا گرفتم، الان 2 تاش مونده، باهاش رفتم 2 تا گردونه زدم. الان بهتون نشون میدم، واسه دقیقه. آره نگاه کنید، راستی از اینا چیزی میتونیم بگیریم، مثلا سی میتونیم بگیریم بریم باهاش تفنگ بخریم، یا اینا که میتونیم سیاشو برداریم به اون برنوی آخرشو، اینا رو میتونیم بگیریم. و بعد این ربات ها خب بلدیم، او درخواست نده دیگه وقتی نمیخوام بیام. خب نگاه کنید، از اینجا من گرفتم. برو نگاه کنید، ایناش هم هست، یه لجند داره بهتون میده، خیلی هم شبیه لجند نیست. اینجا 60 تا سی پی میده که من 20 تاشو گرفتم، الان 2 تا سی پی دارم. وقتی که 3 تا بتل بازی کردم این کاراکتر گوست داد، بعد رفتم گردونه زدم این بمب نارنجک چیه، این بمب دوزارم گرفتم. همین دوستان عزیز، شما هم اگه میخواین کاراکتر گوست رو با اون 20 تا بگیرین، حتما این اکانت جدید رو بسازید و 60 سی پی ازش بگیرید. راستی بچه فکر کنیم یاد نداریم بعضیاتون، بزنیم بهتون نشون بدم اینو. نگاه کنید اینجا، بعد من اینقدرشو گرفتم، من تو اکانت دیگه هم تا آخرش رفتم. دوستان بکنید آخرش یه لجند داره، 2 تا اسکین خوب داره، دختر موتور سوار، اینجا باید بجنگی. بعد از اونجای دیگه میتونی آدم تو ارتقا بدی، مثلا قدرت شو بری بالا، همین باید بجنگی تا برنده شی. نگاه کنید جون من تازه کمم هست. بعد نگاه کنید اینا اینجا اینا رو که میزنی ارتقا میگیره.